سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این هفته که کورکس مارکت این پنل پم جدیدش رو اندازی کرد، من خیلی زیر و بم این پنل رو بالا پایین کردم و گشت و گذار توی پنل رو. البته که خیلی سوالا پیش اومد، تیکت به پشتیبانی زدم و خیلی با پشتیبانی در ارتباط بودم که سوالاتم برطرف بشه. من به جواب سوالا رسیدم، راه حل رو پیدا کردم. خواستم که به شما این ویدیو رو درست کنم، به شما توضیح بدم که مراحل مختلف انجام کار توی این پنل به چه صورت هست. حالا اگر ثبت رامی قرار بشه یا برداشت و دپازیت و ترانسفر و اینا رو همه‌شو زیر بمش رو درآوردم که چه جوریه. اولین گزینه این که اگر از قبل ربات دارین، مثلا ربات استفاده می‌کردین، از قبل اینا داشتین، باید حتما لاگین کنید. توی اینجا لاگین هم اینجوریه که با همون ایمیل و پسوردی که وارد پنل کاربری کورکس مارکت میشید، با همون وارد پم میشید، با همون ایمیل و پسورد وارد پنل پم میشید. اگر اولین باره که میخواهید مثلا از ربات استفاده کنید و اینا، باید حتما ثبت نام کنید و روی این ساین اپ بزنید و توی پنل پم ثبت نام کنید. یعنی دو حالت شد، یا اینکه قبلا ربات داشتین، اگر قبلا ربات داشتین اینجا لاگین میکنین با همون ایمیل و پسوردی که توی پنل کاربری لاگین میکردین. اما اگر هیچ وقت حالا ربات نداشتین، باید حتما ساین اپ کنید و بعد از اینکه ساین اپ کردید وارد پنلتون میشید و حالا اونجا بی KYC داره انجام میدید و میتونید استفاده کنید. خب من میخوام لاگین کنم و بخش مختلف رو بهتون توضیح بدم. خب دوستان، من این پنل کاربری منه، قبلا 2 تا بات ساختم، بعد خالی کردم. حالا موجودیشو دوباره گفتم که یه بار دیگه با هم دیگه این پروسه دپازیت و اینا رو انجام بدیم که شما هم دستتون بیاد چجوریه. من اومدم اینجا یه منو رو زدم، بعد روی گزینه دپازیت، بعد روی گزینه نیو. خب اینجا یه آدرس ولتی به من میده. اینجا هر مبلغی که مد نظر دارید به این آدرس ولت ارسال میکنید. وقتی که اینجا وجه برسه به دستشون، یعنی بودن مثلا من خودم 2 دقیقه بیشتر زمان نبرد، ممکن حالا 5 دقیقه طول بکشه براشون، ولی توی 2 دقیقه آسمان انجام شد. این مبلغ رسید توی ولتم، یعنی اینجا شما دپازیت کردید دیگه. این پنجره میتونید ببندید یا واسه تاییدیه‌شو بگیرید. بعد اینکه تایید گرفتید دوباره برمیگردید توی اون مرحله قبلی که بودید، توی اون صفحه اولیه. خب من مبلغی که میخواستم رو اینجا دپازیت کردم. حالا این مبلغ میاد توی یه ولتی قرار میگیره به اسم اینوستمنت. حالا من اگر میخوام بات جدیدی بسازم یا انتقال بدم مبلغ رو به بات جدید، از همین ولت اینوستمنت باید انتقال بدم. اول میایم یه بات جدید میسازیم، ببینیم که پروسه ساخت بات جدید چجوریه. روی این نیو بات میزنم. توی این خونه باید ترید بات یوزر نیم هم رو بزنم که از ارائه دهنده ربات گرفتم. اینجا باید ترید بات کد رو بزنم. حالا اینجا نکست رو میزنم. اینجا میگه که چه مبلغی میخوایی سرمایه گذاری کنی روی این بات. مثلا من میزنم $500. این کد کپچا هم اینجا وارد میکنم و سابمیت میکنه. همینطوری که میبینید این پایین بات ساخته شده، بالانس $500 و اکویتی $500. اکویتی هم خب میدونید دیگه، وقتی که ربات معامله میکنه از این مبلغ اکویتی کم میشه، همیشه بین 5 تا 15% این در نوسانه و کمتر هستش اکویتی، چون دائما ربات داره معامله میکنه، پوزیشن باز میکنه. و اینکه حالا من میخوام که اینجا نشون بدم به شما که بعد از اینکه این دپازیت کردید بات رو مثلا ساختین، میخواین که مثلا از قبلیه باتی هم مثلا ساخته بودید، میخواید توش وجه بریزید، پول بریزید. اینجا میایید توی این منو گزینه ترانسفر و گزینه بات والتس رو میزنید. اینجا همون یوزرنیم و ترید بات رو وارد میکنید و میگه که از چه ولتی. ما میگیم که مثلا از ولت اینوستمنت میخوایم به نکس زود زدم، از ولت اینوستمنت به مثلا بات 1 میخوایم انتقال بدیم. چه مبلغی؟ مثلا $200. این کد کپچا هم میزنیم. فکر کنم اشتباه زدن، نه درست. حالا اینجا هم ترانسفر رو میزنیم. خب همونطور که میبینید از ولت اینوستمنت منتقل شد به ولت به بات 1. اینجا هم که نوع بات رو نوشته و اینجا اکویتی که روش اعمال شده. خب این نحوه دپازیت بود و ساخت بات. حالا دقیقاً به همین شکل هم اگر بخواید از بات 1 منتقل کنید به بات 2 یا از بات 3 منتقل کنید به بات 2 یا تغییر بدید بین باتاتون، و شما میتونید از همین گزینه ترانسفر استفاده کنید. بات والتس رو میزنید و میتونید این کار رو انجام بدید. مثلا از بات 3 به بات 2 مثلا
اینجا نوشته که چقدر میشه ماکسیموم انتقال داد و این همین مبلغ رو میشه جابجا کرد بین بوتا. خب مرسی که این آموزش رو دیدید. من توی ویدیو بعدی نحوه برداشت رو میخوام توضیح بدم بهتون، چون خیلی خودم هم سوال بود برام. با پشتیبانی یه سر توی چالنجار بودیم که چطور میشه این برداشت رو انجام داد. به نتیجه‌ای که رسیدم اینو میخوام توی ویدیو بعدی بهتون آموزش بدم. مرسی که با من همراه بودید. ممنون. فعلا خدا نگهدار.